در زندگی برای دنیا غم مخور. غم به مثل آب دریاست. از همه بهترش صبر است. میوه صبر شیرین است. صبر کن به خواسته هایت میرسی. خدایا هزاران مراتب شکر میگویم که در کنارمان هستی و آرامی دلهای بیقرارمان هستی. جز تو چی جوییم و جز تو کی را خوانیم که همه تو هستی و همه چیز جز تو هیچ است. خداوندا زندگی ما را وسیله لطف رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها نگذار که یک لحظه به تو ویرانه دنیاست. خداوندا ما را با حال خود رها مکن